رابطه توسعه اقتصادی استان‌های مرکزی با ایجاد تورم در آذربایجان جنوبی. در ایران دولت همواره هزینه‌هایی را انجام داده که درآمدی براش وجود نداشته و منجر به کسری بودجه شده. مخارج کلام برای توسعه زبان فارسی در داخل و خارج و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مضاعف عمرانی در استان‌های مرکزی و توجه ویژه به این استان‌ها از جمله مواردی هستند که هر ساله هزینه‌های بالایی برای دولت داشته. البته منظور هزینه‌های مضاعف نسبت به سایر استان‌ها هست، نه هزینه‌های معمول که در همه استان‌ها انجام میشه. برای مثال بودجه فرهنگستان زبان فارسی بیش از 463 میلیارد ریال، بودجه توسعه زبان فارسی در خارج از ایران بیش از 2753 میلیارد ریال و هزینه قطعه اول از فاز اول انتقال آب به کویر مرکزی ایران 163 هزار میلیارد ریال است. در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه بزرگی روبرو هست، این هزینه‌ها از کجا باید تامین بشه؟ طبق روال همه ساله با چاپ پول. چاپ پول یعنی افزایش عرضه پول در جامعه که این کار باعث کاهش ارزش و قدرت خرید پول و در نتیجه تورم میشه. این نوع تورم تو ادبیات اقتصادی به عنوان نوعی مالیات غیر مستقیم از مردم برای پوشش هزینه‌های دولت شناخته میشه. به زبان ساده، بخش کلانی از هزینه توسعه زبان فارسی و سرمایه‌گذاری‌های مضاعف عمرانی در استان‌های مرکزی از طریق ایجاد تورم تأمین میشه. این تورم برای کل جغرافیای ایران اعمال میشه، ولی آبادانی و عمران برای برخی استان‌های خاص. درسته که استان‌های مرکزی هم از تورم ضربه می‌بینن، ولی در عوض شاهد توسعه و عمران استانشون هستند و زبانشون هم ترویج پیدا میکنه. ولی ایجاد تورم برای تأمین هزینه توسعه مضاعف استان‌های مرکزی و زبان فارسی برای مناطقی مثل آذربایجان جنوبی چه فایده‌ای خواهد داشت؟